بخش دیدار دو تیم داماش گیلان و نفت بندرعباس از هفته سیوم رقابت لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشور، دیداری که در ورزشگاه وحید عضدی شهر رفت تا لحظه دیگر قرار آغاز بشه. آبی پوشان داماش در سمت چپ تصویر حضور دارن و تیم پالایش نفت هم با پیراهن زرد رنگ در سمت راست تصویر دیده میشن. منتظر هستیم تا سعاد وفاپیشه سوت شروع این دیدار رو بزنه، دیداری که از اهمیت زیادی برای داماشی ها برخوردار هست. داماشی که در خانه داره این بازی رو انجام میده در مقابل دیدگان هوادارهای خونگرم خودش و علی نظر محمدی که چشم 3 امتیاز این دیدار داره. سعاد وفاپیشه میاد در کنار زمین صحبت میکنه با داور اول خودش، بسی که سیستم ارتباطیشون دچار مشکل شده داورها و چک میکنه داور با کمک خودش و میرن تا بازی رو آغاز کنن. و اینجا با صوت سعاد وفاپیشه دیدار امروز آغاز میشه. امیدوارم که شما بینندگان عزیز شاهد بازی خوب و تماشاگر پسند باشید. برای تیم داماش گیلان کنعان طاهر نژاد، محمد سجاد قلی بیگی، میلاد رویین، امیر محمد سیمانپور، سید محمد میری، سید احمد موسوی، میاد یزدانی، آرمان لطف خدا و رامین آقالو به همراه یوسف بهزادی و رضا زاهد تبار 11 بازیکنی هستن که علی نظر محمدی به زمین مسابقه فرستاده. سرمربی تیم داماش گیلان. اما برای تیم میهمان یعنی پالایش نفت بندرعباس، مهدی امینی، محمد اهل شاخر، رضا آنتیک، علی پور محمد، معین رنجبریان، امید فهمی، عرفان گل محمدی، ایمان رازانی، محمد جواد عباسی، امید سامکن و امیر حسین فرهادی 11 بازیکنی هستند که عبدالله ویسی سرمربی تیم پالایش نفت راهی این دیدار کرده. داور وسط هم که خدمت شما آقای سعاد وفاپیشه است، کمک اول ایشون امین اسکندری، کمک دوم هم امیر حسین خوشیچین، داور چهارم هم آقای هادی صحرایی است و ناظر داوری هم شاهین هاش بابایی. ناظر داوری این دور هم آقای محمد حسین کاظمیان هست. توپ در اختیار بازیکن تیم داماش از سمت راست زمین خودشون. رامین آقالو یه لحظه دست داد، زرتپوشان تیم پالایش نفت صاحب توپ میشن. علی نظر محمدی در کنار زمین آرام و قرار نداره در همین ابتدای کار. حالا فرصت برای بازیکن تیم پالایش نفت، یه لحظه توپی که میزنه عرفان گل محمدی و برگشت توپ، اشتباه دیگه که میرفت کار دست بازیکن داماش بده. باز هم بازیکن تیم پالایش محمد جواد عباسی به راست میبره توپ رو، یا سانت دیگه از سمت راست و یوسف بهزادی که توپ رو برگشت میده. خطا نیست، بازی ادامه خواهد داشت. پرتاب برای داماش گیلان. علی نظر محمدی رو در تصویر دید. عرض کردم سرمربی تیم داماش گیلان که در کنار زمین تا پایان بازی شاید همین خواهد بود. پرتاب انجام میشه، کوتاه هست. دوباره بازیکن تیم پالایش نفت صاحب توپ، یک بار دیگه رضا آنتیک، یه سانت دیگه حالا به چپ میارن توپ رو. یار شماره 77 امیر حسین فرهادی، سانت فرهادی، برگشت توپ رضا زاهد تبار، خود زاهد تبار رو به جلو، توپ رو سیمانپور خواهد گرفت یا که خیر نه، به دروازه‌بان تیم پالایش یعنی امینی رسید این توپ.
باز هم از سمت راست زمین خودشون و توپی که به بیرون رفت. طاهر نژاد پرتاب را انجام خواهد داد. خود کنعان محمد سجاد قلیبگی جلوش ایستاده به قلیبگی در میانه را توپ رو میگیره تیم پالایش. باز هم برگشت توپ از مدافعین تیم داماد سمت توپی که به بیرون میره از کنار عبدالله ویسی سرمربی تیم پالایش نفت. ویسی که چهرش رو میبینید با تیم‌های زیادی در استان گیلان حضور پیدا کرده و رقابت‌های زیادی رو با تیم‌های گیلانی داشته. عبدالله ویسی تیمش در میانه‌های جدول هست، برد یا باخت در این بازی براش آنچنان اهمیت نداره، فقط بازی حیثیتی که داره انجام میده و بالا کشیدن تیم خودش در جدول. اما بازی برای داماش گیلان از اهمیت بالایی برخوردار هست. تیم داماشی که در منطقه سقوط هست و باید تلاش کنه تا خودش از منطقه خطر نجات بده. داماشی ها با 28 امتیاز در رده 15 جدول 18 تیمی لیگ یک حضور دارن. یوسف بهزادی توپ رو در اختیار میگیره. عرض کنم خدمت شما بینندگان عزیز که داماش در صورتی میتونه 3 امتیاز رو از آن خودش کنه که با 1 امتیازی که ازش کسر شده اون 1 امتیاز هم بهش برسه تا خودشو بتونه از منطقه خطر نجات بده. حالا 1 امتیاز به دلیل شکایت یکی از مربیان اسبق این تیم از این تیم کم شده. واقعا تلاش زیادی میشه تا همون 1 امتیاز رو کسب کنن تیم ها و 1 امتیاز خیلی حساس هست. امیدوارم که خود مسئولین داماش دست به دست هم بدن و رضایت آقای خرمزی رو بگیرن تا بتونن اون 1 امتیاز رو برگردونن به تیم خودشون، تا تیمشون 1 امتیاز کسب شده که برگرده خورده خودشون رو بکشن بالاتر. حالا باید ببینیم نتیجه این دیدار و دیدارهای امروز لیگ یک چه خواهد شد. دیدارهای حساسی که امروز داره برگزار میشه و فعلا بازی مثل شهرباغ و مثل سانگون همزمان با این بازی آغاز شده. مابقی بازی در ساعت 17 آغاز خواهد شد. نیروی زمین و بیسد شهرراز با مثل کرمان و 2 تا بازی دیگه هم خواهیم داشت. نفت مسجد سلیمان و شهرداری آستاره که ساعت 18 و 15 دقیقه در مسجد سلیمان آغاز خواهد شد و همچنین نفت و گاز گشتاران سایپا که در گشتاران بازی برگزار خواهد شد 18 و 15 دقیقه. اما رقبای داماش در انتهای جدول نفت مسجد سلیمان و شهرراز شیراز هستند. شهرداری آستاره که سقوط کرده به رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال و باید ببینیم که داماش دیگر نماینده استان چه خواهد کرد در این رقابت‌ها. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش میاد یزدانی به راست میاره برای میلاد روئین. خود روئین یه شوت محکم که توپش به بیرون میره. بگم خدمت شما بینندگان که محمد رستمی رو امروز در اختیار نداره علی نظر محمدی به دلیل 4 اخطاره بودن و به خود کارش سخت هست. علی خدایی هم حضور نداره. در حال میتونستن کمک کنن به علی نظر محمدی. این بازیکن‌ها در نیم فصل دوم فقط 11 بازیکن بزرگسال رو در اختیار داشته داماش، با بقیه بازیکن‌ها که از جوان‌ها و امیدها اومدن و
به هر حال علی نظرمادم سعی کرده به جوان‌ها بها بده. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش از سمت چپ میاد یزدانی، خود میاد یه سانت برای کنعان تو نجات. کنعان چیکار کرد توپ رو؟ توپی که بهتر استفاده کنن. موقعیت خوبی بود که نتونستن به خوبی استفاده کنن. نمیدونم به کجا میخواست بفرسته توپ رو. به هر حال توپش راهی به دروازه نداشت. حرکت آیسا رو خواهیم دید که چه اتفاقی افتاد. اینجا توپی که اومد و معلوم نشد چه کار میخواد بکنه. به هر حال برمیگردیم به بازی. دوباره بازیکن تیم داماش صاحب توپ. یه لحظه حالا به سمت راست میارن. فرصت عالی برای سیمانپور، نرسید به توپ سیمانپور رو رضا زاهد تبار و توپی که امینی برگشت میده. مهدی امینیه. زازرانی دروازه‌بان تیم پالایش نفت. دوباره بازیکن تیم داماش از سمت چپ زمین خودشون توپ اختیار دارن. برگشت توپ دوباره کماکان صاحب توپ هستن داماشی ها و خطا نیست. سید احمد موسوی روی زمین میفته اما سعاد وفا پیشه. داوری نیست که بخواد این ضربات رو به راحتی پنالتی بگیره. یک بار دیگه حالا فرصت برای داماش و سیمانپور رو توپی که توی دروازه میشه اما پرچم کمک اول این داره امین اسکندری بالاست و سعاد وفا پیشه آفساید رو گرفته. کماکان سف اعلام آفساید کرد داور. یک بار دیگه صحنه رو همکارامون نشون خواهند داد. توپی که اینجا ببینیم صحنه اصلا. حالا این ضربه تماشا رو خواهیم دید. بعد از اون آفساید رو اگه بتونیم با حرکت آیسته تر ببینیم. توپ حالا توپ به بیرون میره. اون صحنه رو میتونه همکاران نشون بدن. ببین اینجا توپی که فرستاده شد و اعلام آفساید شد. حالا کارشناسان داوری بیشتر نظر خواهند داد راجع به این صحنه. پرتاب دوباره برای داماش. توپ بیرون رفت. این بار پرتاب برای پالایش نفتی ها. رامین آقالو. یه بار دیگه توپی که رسید به بهزادی دروازه‌بان داماش. خود بهزادی آغاز میکنه بازی رو. بلند به زمین تیم پالایش. سیمانپور است و 4-5 بازیکن حالا به راست میاره. فرصت هست برای بازیکن تیم داماش گیلان و که توپی رو باز از دست داد. این بار سید احمد موسوی توپش نرسید به سیمانپور. توپ اول رو فرستاد سیمانپور اما توپ موسوی نه به سیمانپور رسید نه به میاد یزدانی. چه توپ و چه موقعیتی بود که از دست رفت برای داماش. در میانه های میدان دوباره امیرحسین فرهادی رو به عقب. معین رنجبریان. پاس بلند از ایمان رازانی به زمین تیم داماش. حالا فرصت برای علی پور محمد داخل محوطه جریمه داماش از پور محمد. خود پور محمد چقدر اجازه پیشروی میدن به این بازیکن مدافعین تیم داماش. موقع خطرناکی بود که به دست اومد برای این تیم. صحنه قبلی رو ببینید. حمله‌ای که موسوی اینجا فرستاد و توپی که یه لحظه شد. باز هم بهزادی بازی رو آغاز میکنه.
باز هم در میانه میدان رازانی کوتاه کار میکنه با محمد جواد عباسی به میانه های زمین. رضا آنتیک به راست میبره ولی جایی که امید سامکن حضور داره. امید بلافاصله جناح بازی رو عوض میکنه از راست به چپ. اینجا میلاد روین هست که اجازه کار رو نمیده بازیکن تیم پالایش. خود روین میانه میدان اشتباه، توپ میاد زیر پای بازیکن تیم پالایش نفت و حالا برگشت توپ و خطایی که اینجا رخ میده. یه کارت زرد رو باید بده داور به بازیکن خاطی، بازیکنی که روی میلاد روین خطا انجام داد. یا شماره 30 محمد جواد عباسی از تیم پالایش نفت کارت زرد رو در میکنه. تماشاگر تیم داماش رو میبینید، جایگاهی که تماشاگر داماش حضور دارن. کماکان دارن روی بازیکن داماش مداوا رو انجام میدن پزشکان این تیم و هواداره داماش که تشویق میکنن تیم خودشون رو. در حال منتظر هستن همگان تا بازیکن‌ها به زمین برگردن و دارن بازی رو از سر بگیرن. بلند میشه میلاد روین، در کنار زمین هم علی نظر محمدی صحبت میکنه با بازیکن تیم خود. این هم بازیکنی که اخطار گرفت، یار شماره 30 محمد جواد عباسی از تیم پالایش نفت. ممنون از همکارم که نهایت تلاش خودشون رو میکنن برای هرچه بهتر به تصویر کشیدن این رقابت و شما رو بینندگان عزیز رو در جریان ریز کار هم قرار میدن. کوتاه کار میکنن بازیکن تیم داماش بهزادی. حالا جناح بازی عوض میشه از راست به چپ. نرسید رضا زاهد سوار به خوبی به توپ. کنعان طاهر نژادی که صاحب توپ میشه. خود کنعان، سانتر کنعان طاهر نژاد و سم سیمانپور که به توپ نرسید و موسوی توپ از کنارش رد شد. بازم این سمت بازیکن تیم پالایش صاحب توپ. آفساید اگه بره اعلام آفساید میکنه داور دوم این دیدار امیر حسین خوشچین. توپی که علی پور محمد گرفت قشنگ تو آفساید بود و داور هم بلافاصله اعلام کرد. یوسف بهزادی بازی رو باید آغاز کنه. دروازه‌بان تیم داماش گیلان این کار انجام میده. یک بار دیگه بازیکن تیم پالایش برمیگردونن توپ رو. کماکان توپ رو در اختیار دارن. عباسی حالا از سمت راست، جایی که رامین آقالو حضور داره از داماش. رو به عقب بهزادی دروازه‌بان داماش. خود بهزادی بلند، دوباره داماشی ها صاحب توپ در میانه زمین صاحب توپ میشن. یه شوت نرسید به داماشی ها. باز هم در میانه میدان صاحب توپ هستن. سید محمد امیری یه دونه از اون شوت‌های خوبش باید بزنه. یک بار دیگه فرصت برای تیم پالایش نفت و چه توپی رو به بیرون زد علی پور محمد. علی نظر محمدی معترض هست نسبت به کار بازیکن خودش.
این عبدالله ویسی است که در تصویر میبینید، مربی تیم پالایش نفت. بهزادی بازی رو آغاز خواهد کرد. بازیکن‌های تیم داماش در میانه راه، یزدانی خود میاد، یه پاس خوب از میاد برای کنعان. تا اینجا خود کنعان، دو سه بازیکن حضور دارن اونجا و توپی که رضا زاهد تبار زد و در آغوش گرفت مهدی امینی. این توپ هم نتونست به گل تبدیل بشه برای داماش گیلان. موقع خوبی بود که از دست دادن داماشی ها. اعلام خطا میشه. یه بازیکن روی زمین میفته از تیم پالایش نفت. ضربه به سرش برخورد کرده. علی پور محمد و سعاد وفا پیشه میاد بالا سرش تا ببینه چه اتفاقی رخ داده. منتظریم تا به وضعیت این بازیکن هم رسیدگی بشه. تماشاگرای داماش رو ببینید، عاشقان تیمشون رو تشویق میکنن از ابتدای شروع بازی تا انتهای کار. به امید برد تیمشون امروز اومدن ورزشگاه. این هم نیمکت تیم داماش، ماهان باقری، سید حسین حقشناس، اسماعیل فطرتی، رضا شاخص، مهدی محمدی، محمد خردمند، علی رحیمی، مرزا اشکانی، مرزا عرب و مانی عطاییفر بازیکنایی بود که نشستن در جایگاه. اینجا هم آیه یوسف نژاد رو میبینید، مالک باشگاه داماش، که در جایگاه ویژه نشسته و بازی رو داره نگاه میکنه. دو تا توپ تو زمین هست. داور میگه یه توپ باید به بیرون بره تا بازی رو آغاز کنن. یک بار دیگه بازی حالا آغاز میشه. این هم نیمکت تیم پالایش نفت که در تصویر دیدید. توپ در میانه میدان، بازیکن تیم پالایش صاحب توپ. یک بار دیگه در میانه میدان رو به عقب کنعان صاحب توپ میشه. سید محمد میری دوباره آقالو میسپاره به حالا سمت چپ. بازیکن تیم داماش، خطا نیست. آقای وفا پیشه اعتقادی به خطا نداشت و علی نظر محمدی رو باید ببینیم کجا رفته. علی نظر محمدی با کاظمیان هم صحبت میکنه. ناظر بازی آقای حاج بابایی رو صدا میکنه علی نظر محمدی و به هر حال معترض هست نظر محمدی به تصمیم داور. صحنه بحث برانگیزی که پیش اومد و مشخص نشد که صدای علی نظر محمدی به کجا رسید. به هر حال اعتراض کرد علی نظر محمدی و باز هم همچنان در حال اعتراض هست. نظر محمدی صحبت میکنه با بازیکن‌ها. فرصت هست برای بازیکن تیم داماش و توپی که امینی در اختیار میگیره. علی نظر محمدی آرام و قرار نداره در کنار زمین. یه در بازیکن تیم پالایش روی زمین میفته. این امینی است که روی زمین افتاده و همچنان علی نظر محمدی داره اعتراض میکنه. یعنی میبینید در تصویر در کنار زمین آرام و قرار نداره علی نظر محمدی. فشارام روش زیاده. خب هوادارا تو ورزشگاه عزودی برد میخوان. علی نظر محمدی هم داره تمام تلاش انجام میده تا بتونه تو این بازی موفق بشه و 3 امتیاز این دیدار رو از آن خودش بکنه و تیم خودش. عرض کردم یه تیم هم از این تیم، یک امتیاز هم از این تیم کسب شده و
کار خیلی سخت هست برای نظر محمدی و دوستاش و هم تیمی های داماش. علی نظر محمدی صحبت میکنه با بازیکن تیمش در گوشه زمین. نگاه کنید همینجا داره نکات فنی رو گوشزد میکنه بازیکن تیم خودش. میاد یزدانی هم توجه ویژه‌ای داره به نکات علی نظر محمدی و باید ببینیم که چه تصمیمی خواهند گرفت. همه به این فکر هستن که سه امتیاز رو بگیره. حالا عبدالله ویسی هم صحبت میکنه با آقای محمد حسین کاظمیان. بازی از سر گرفته میشه. مهدی امینی توپ رو در اختیار میگیره. خود امینی کوتاه کار میکنه. خود امینی حالا بلند به زمین تیم داماش. فرصت هست بازیکن تیم پالایشنا و سمت راست زمین خودشون کمی عقب‌تر میارن توپ رو. بازم دیگه کنعان طاهر نژاد که اجازه کار رو نمیده. دوباره بازیکن تیم پالایش میانه این توپ رو در اختیار میگیرن. سانت دیگه از بازیکن تیم پالایش فرصت دارن این سمت و توپی که هنوز به بیرون نرفته در گوشه زمین کوتاه کار میکنه ایمان رازانی و توپش به بیرون رفته. علی نظر محمدی رو ببینید آروم نمیشه تا بازی تموم بشه. یه بنر من دیدم حامیان داماش آوردن گیلان تا سیستان و بلوچستان. واقعا طرفدار داماش در اقصا نقاط کشورمون حضور دارن و این تیم رو دوست دارن. به هر حال خیلی خوبه که از سیستان و بلوچستان هم اومدن و دارن داماش رو تشویق میکنن. این هم دوستی دو استان گیلان و سیستان و بلوچستان رو نشون میده و همین که در فوتبال میشه دوستی ها رو زیادتر کرد. تیم پالایش نفتم که از بندرعباس اومده و اونجا هم داماش رو دوست دارن و داماشی هم قبل از شروع بازی و عبدالله ویسی خوشو بش کردن و قطعا فقط این دوستی هاست که در فوتبال باقی میمونه. پرتاب ارسال برای داماشی ها خواهد بود. سید محمد میری خود میری به چپ میبره. کنعان طاهر نژاد از چپ به راست نرسید به موسوی. میلاد روین حالا رو توپ میذاره یه لحظه. دوباره محمد میری این سمت. حالا قلی بیگی به چپ. آفساید نیست. میخواستم بگم نیست که بود. داور پرچم خودش رو بالا برد و این سنم اعلام آفساید شد از امین اسکندری کمک داور اول این دیدار. هواداری داماش رو ببینید در جایگاه ابر طوفانی 12 خودشون اسم گذاری کردن داماشی ها. این سکوهای روبروی ورزشگاه عضدی همچنان 7 سال درست میکنن. دو سه تا سکو هم تو قراره که اون هم درست کنن که هنوز درست نشده. دقیقاً 10 ساله که اون سکوها خراب شده. واقعا باید بیشتر به فکر این ورزشگاه های استان باشیم. حالا مسئولین ورزش استان دارن تلاش خودشون رو میکنن خورده همت رو مضاعف کنن تا این ورزشگاه ها بهتر و بیشتر آماده بشن. یک بار دیگه آشی ها که نتونستن حمله رو تدارک ببینن. میلاد روین از راست میخواد حمله رو آغاز کنه. توپش نرسید به سیمانپور. دوباره برگشت توپ از رضا آنتیک.
این سم برسه آفسایده و اعلام آفساید میکنه داور دوم امیرحسین خوششی. پور محمد توی آفساید بود. حالا داور میاد تا یه کارت زرد رو ببینیم. نه میاد صحبت میکنه بازیکن تیم داماش. صحنه قبلی رو ببینید، توپی که اینجا فرستاده شد و اعلام آفساید شد. حالا میگم کارشناسان داوری باید نظر بدن که ببینیم آفساید بوده یا که خیر. اگه با کمی حرکت آهسته تر ببینیم هم ممنون میشم از هم. این صحنه رو ببینیم که توپی که اینجا فرستاده شد و حالا داور هم اعلام آفساید کرد. سی دقیقه از این بازی رو پشت سر گذاشتیم. 0-0 مساوی. دو تیم در ورزشگاه شهید عزودی شهر رشت بازیشون با تساوی داره دنبال میشه. هواداره داماش یک صدا تیم خودشون رو تشویق میکنن و منتظر هستن تا گل اول این دیدار رو از بازیکنان خودشون ببینن. این نور خورشیدم که میره و میاد خورده تاثیر داره رو کار همکاران تصویربردارمون. به هر حال هر وقت توی این ورزشگاه بارون باشه یه مشکلی داریم، هر وقت هم آفتاب باشه یه مشکل دیگه پیش میاد. حالا یه پیام هم دارم از آقای عزتیان از داوران خوب فوتبالمون که در مورد آفساید ها نظر دارن که میگن آفساید دیگه گل اول به ثمر رسید، ایشون آفساید تشخیص ندادن. من درخواست میکنم از دیگر کارشناسان داوری که دارن بازی رو میبینن نظرشون رو بدن، تو همین گزارش اعلام کنم. در حال این سه امتیاز میتونه برای داماش خیلی مفید باشه. دقایق ابتدایی بازی بود که داماش یه گل رو به ثمر رسون از نقطه از داخل محوطه جریمه که داور اعلام آفساید کرد. قبل از اینکه سیمانپور برسه به نقطه پنالتی داور اعلام آفساید کرد و حالا اون صحنه رو اگه همکارامون باز هم نشون بدن که چه اتفاق افتاد، کارشناسان داوری میتونن ببینن، کارشناسی که در استان گیلان نظر بدن و ما بین دو نیمه هم حتما نظارت کارشناس داوری خواهیم گرفت راجع به اون گلی که داماشی‌ها به ثمر رسوندن. توپ بیرون میره. کاپیتان تیم پالایش نفت این توپ رو خواهد فرستاد. این کار انجام میشه. یه ضربه سر از بازیکن تیم داماش. برگشت توپ. یک بار دیگه از سمت راست اعلام خطا میشه. اون صحنه رو این صحنه‌ای که اعلام آفساید شد و سیمانپور میگم نرسیده به نقطه پنالتی اعلام آفساید شد و توپ به گل تبدیل شد، اما داور اعلام آفساید کرد. به هر حال دیدیم اون صحنه رو، یک بار دیگه هم خواهیم دید. منتظریم تا داور در سود خودش بدن و بازی دوباره آغاز بشه. این کار انجام میده آقای وفا پیشه. توپی که حالا فرستاده میشه داخل محوطه جریمه، ضربه سر بازیکن تیم داماش و یار شماره 44 امید سامکن، چه بازیکنی هم گل میزنه. امید سامکن خوشحالی هم نمیکنه. با تیم سپید رود در همین ورزشگاه بازی میکرد امید سامکن. با این صحنه رو ببینیم دوباره. بازیکنی که
علی نظر محمدی این بازیکن رو به فوتبال کشور معرفی کرد، تیم امیدهای سپیدرود آورد بالا و همین بازیکن الان میاد و در مقابل تیم علی نظر محمدی یه گل رو به ثمر میرسونه و داور رد کرده. ببینیم همکاران نشون بدن داور دستش بالا بود. آقای وفا بیشه، ببینیم نظرشون چیه. آره داور رو ببینیم آقای اسدالله پور، مثل که داور دست خودش رو بالا برد و گل پذیرفته نیست، مثل که به سر یکی از بازیکن‌ها برخورد کرد و قبلش که برسه و آفساید گرفته شده. صحنه رو ببینیم همکارمون نشون بدن ممنون میشم. فعلا بذار نتیجه همون 0-0 واقعی کنه، ببینیم نظر داور چیه، چون هنوز داور داره با کمک خودش مشورت میکنه. شاهین حاجی بابایی هم اینجا نظارت ویژه داره انجام میده. صحنه رو ببینید، توپی که اینجا فرستاده شد و توپی که وارد دروازه شد. داور ببین چیکار خواهد کرد، داره میاد تو وسط زمین. داور میگه به سر بازیکن خورده، به سر، اشاره میکنه به سر، بله اشاره میکنه به سر بازیکن تیم پالایش نفت خورده و اعلام آفساید میکنه. بازی ادامه پیدا میکنه. بازیکن داماش صاحب توپ میشن. خطر از بیخ گوش داماشی‌ها گذشت. حالا اون دوتا آفسایدی که میگفتن نگرفته دیگه فراموش میشه از سوی هواداره داماش. این سمت دوباره بازیکن تیم داماش. حالا باید بیشتر دقت کنن داماشی‌ها، بیشتر دقت کنن اگه میخوان جبران کنن و به گل برسن. فکر کنن که یکیش عقبن، بیشتر تلاش کنن تا در زمین خودشون به گل برسن. نیاز مبرم دارن. موسوی به چپ، فرصت برای داماش، آفساید نیست و میتونه دروازه رو باز کنه که این اتفاق رخ نمیده. این بار دیگه اصلا آفساید نبود. نیازی نیستی همه اعتراض کنن پالایش نفتی ها. در حال بازی ادامه پیدا میکنه. امینیه که این بازی رو آغاز میکنه. دوباره توپ به بیرون میره. عبدالله ویسی از اون مربیای کارکشته فوتبال کشور ما هست، به همین دلیل که اعتراض کمتر میکنه، میدونه که چه خبره. صحنه رو ببینید، توپی که اینجا فرستاده شده آفساید نبود و این توپی که در اختیار گرفت امینی و به همین دلیل حالا مصدوم شده، داره به مداواش ادامه میدن کادر پزشکی تیم پالایش نفت. صحنه قبلی رو ببینید، توپی که فرستاده شد، این توپی که اصلا هم آفساید نبود و نتونستن خوب استفاده کنن. صحنه گل رو هم ببینیم ما، گلی که به ثمر رسید برای تیم پالایش نفت و اعلام آفساید شد. توپی که این توپ فرستاده شد، بله به سر بازیکن پالایش نفت خورد و اعلام آفساید شد. 0-0 مساویه بازی. بلند میشه بازیکن تیم پالایش نفت و بازی ادامه خواهند داد بازیکن تیم داماش. پرتاب از داماشی ها، ایساب سیمانپور، خود سیمانپور یه لحظه توپ از زیر پاش جدا میشه. سیمانپور یک بار دیگه پرتاب داماشی ها. بازیکن تیم داماش این بار کوتاه کار میکنن و توپی که میسپارن برای امینی. این امینیه که بازی رو آغاز میکنه. دوباره رامین آقالو، زاهد تبار، 11 قلی بیگی، دوباره به چپ، کنان
طاهر نژاد، حسین محمد میری دوباره کوتاه کار میکنن. یه توپ رو خوب البته تیم پالایش نفت اشتباهی میکنن بازیکن تیم داماش. چرا اینقدر توپ رو زود لو میدن و توپی که به گل تبدیل نشد و برگشت دادن داماش. هم از این اشتباهات زیاد انجام میدن، باید اشتباهاتشون رو کم کنن. در بین دو نیمه قطعا علی رضا محمدی باشون صحبت خواهد کرد تا این اشتباهات کمتر بشه. یک بار دیگه توپ در اختیار بازیکن تیم داماشی گیلان، فرصت هست برای داماشی ها و سجاد قلیبگی توپ رو به بیرون زد. مهدی امینی دوباره آغازگر بازی خواهد بود. دروازه‌بان تیم پالایش نفت بندرعباس. 40مین دقیقه از این دیدار. 0-0 مساوی. یه گل داماش زد، یه گل پالایش نفت که هر دوتا به دلیل آفساید بودن مردود اعلام شدن. اعلام خطا میشه. سعاد وفا پیشه دوباره میاد بالا سر بازیکن‌ها و میونه که خبری نیست. دوباره بازی ادامه میدن. آغازگر بازی خواهد بود. سید محمد میری به چپ میفرسته برای سیمانپور یا زایتبار که زایتبار رو توپ نرسید. توپ به بیرون میره. با ضربه سر بازیکن تیم پالایش دوباره داماشی‌ها پرتاب رو انجام میدن. بلافاصله بازی رو آغاز کنن. میاد یزدانی از همون سمت چپ حرکت میکنه. حالا سیمانپور یه شوت دیگه و توپی که راهی به دروازه نداره. سید احمد موسوی هم توپش از کنار دروازه به بیرون میره. دیگه هوادارا الان شعارشون تندتر میشه و گل میخوان از تیمشون. هواداری که از حدود ساعت 15 در ورزشگاه حضور دارن. قبل از اینکه در ورزشگاه باز بشه من دیدم هوادارا پشت در ایستادن تا بیان این بازی رو نزدیک ببینن. واقعا از اینجور هوادارا کم پیدا میشه در فوتبال کشورمون. در استان گیلان این هواداری 2 برابر هم هست. یعنی هر تیمی که ما میبینیم با هوادارای خودش دلگرمه، چه در لیگ 1 چه در لیگ 2 چه در لیگ برتر هوادارای خاص خودشو داره. یک بار دیگه بازیکن تیم پالایش نفت توپ رو در اختیار دارن. فرصت هست برای پالایش نفتی ها و اجازه نمیدن مدافعین تیم داماش. آقالو کماکان به دنبال توپ هست. حالا یه توپ رو در اختیار به معین رنجبریان. یا سانت داخل محوطه جریمه. بهزادی توپ رو جمع میکنه و خیال تیمشو راحت میکنه. دوباره بازیکن تیم داماش از سمت چپ زمین خودشون میخوان حمله رو تدارک ببینن. از چپ به راست کوتاه کار میکنن. دوباره موسوی، سید احمد موسوی توپ رو لو میدن. حالا برگشت سید محمد میری. میاد یزدانی، خود یزدانی توپش نرسید به سیمانپور و زاهدتبار. سمت راستش هم میلاد روین خالی بود اما توپ نرسید به هیچ کدوم از این بازیکن‌ها. دوباره پالایش صاحب توپ میشه. امید فهمی، فرصت برای فهمی، خودش یک تنه داره میره جلو و این بار بدون نقص دروازه داماش رو باز میکنه. حالا داماش عقب میفته با گلی که امید فهمی در دقیقه 43 این دیدار به ثمر میرسونه. حالا پالایش نفت 1 داماش گیلان 0. داماش در ورزشگاه عزودی عقب میافته این بار با 1 گل. یک گل مارادونایی زد. ببینید توپی که از میان مدافعین برداشت و وارد دروازه داماش کرد. بازی دوباره باید سر گرفته میشه. شبیه گل دیشب هوادارم بود که صادقی از زمین خودشون اومد و دروازه تیم استقلال رو باز کرد. امید فهمی هم
از وسط رو برداشت، همه مدافعین رو دریبل زد و توپ رو وارد دروازه کرد. یک بار دیگه حالا داماشی ها فرصت دارن، داماشی ها برای جبران، برگشت توپ و توپی که بیرون میره. پرتاب برای داماش خواهد بود. کنعان طاهر نژاد بیا تا این توپ رو بفرسته. خود کنعان دورخیز میکنه. کنعان طاهر نژاد پرتاب را انجام میده. طاهر نژاد داخل محوطه جریمه و توپی که به دیرک برخورد کرد. سیمانپور خودش هم متعجب هست که چطور نتونست این توپ رو به گل تبدیل کنه. حالا باید دفاع خودشون حفظ کنن، بیان به عقب. رامین آقالو بود فکر کنم ضربه رو زد. حالا این سم فرصت هست برای بازیکن تیم پالایشنف که موقعیت خوبی و برگشت توپ. 5 دقیقه هم وقت تلف شده برای نیمه اول در نظر گرفته شده از سوی داور چهارم. این دور هادی صحرایی نشون داده میشه. 5 دقیقه برای نیمه اول، وقت زیادی هم هست، میتونن جبران کنن. شرایط بازی اینقدر سریع هست که حتی همکارمون نمی‌رسن که حرکات آهسته رو نشون بدن خدمت شما بینندگان عزیز. منتظر هستیم تا رو بزنن بازیکنان تیم داماش. بازیکن داماش این توپ رو خواهند زد. توپی که حالا فرستاده میشه داخل محوطه جریمه و در اختیار میگیره بی دردسر مهدی امینی، دروازه‌بان تیم پالایش. امینی بازی رو آغاز خواهد کرد. بلند به زمین داماش، ضربه سر از کنعان طاهر نژاد، برگشت توپ، دوباره توپ به جایی برمیگرده که دروازه‌بان حضور داره. یک بار دیگه وسط در میانه میدان کنعان طاهر نژاد رو به عقب. آرمان لطف خدا توپ رو به عقب میبره. باز هم از سمت چپ بازیکنان تیم داماش میانه های میدان فرصت دارن. برگشت توپ دوباره موسوی، سجاد قلیبگی این بار به راست میاره. میلاد روئین صاحب توپ. موسوی توپ رو گم کرد. از کشاله پای راست خودش هم احساس درد میکنه. موسوی روی زمین افتاده. ایسان بازیکن تیم پالایش و توپی که میری به بیرون میزنه. ضربه قبلی رو همکاران وقت کنن نشون بدیم ممنون میشم. این ضربه‌ای که کنعان فرستاد، توپی که زد آقالو خورد به دیرک و برگشت. توپی رو گل نکردن واقعا بد شانسن داماشی ها. توپی که میتونستن به گل تبدیل کنن به دیرک خورد. 1-0 پالایشنف پیش هست. 3 دقیقه از وقتهای تلف شده هم پشت سر گذاشتیم. 2 دقیقه دیگه باید بازی کنن تا نیمه اول به اتمام برسه. یک بار دیگه در کنار زمین بازیکن تیم پالایش توپشون به بیرون میره و از کنار دروازه بهزادی بازی رو آغاز میکنه. یک بار دیگه در میانه های میدان
بازیکنان تیم داماش. سجاد قلی بیگی، برگشت توپ، یه بازیکن روی زمین افته اما اعتقادی به خطا نداره داور و توپی که حالا رضا زاهدتبار به بیرون میزنه. آیه یوسف نژاد رو میبینیم در ورزشگاه حضور داره، مالک باشگاه داماش گیلان که در ورزشگاه حضور داره، بازی رو نزدیک میبینه. تیمش فعلا 1-0 عقب هست. 3 امتیاز این دیدار از نون شب هم برای داماشیا واجب تر هست و باید ببینیم که چه نتیجه رو در پایان کسب خواهند. بازی رو آغاز خواهد کرد. علی نظر محمدی که کتش هم در آورده و در کنار زمین نکات فنی رو داره گوشزد میکنه بازیکن تیم خودش. بلازی میاد یزدانی توپ رو گم میکنه، دوباره میاد خودش میاد، یه بازیکن میخواد عبور کنه موفق نیست، برگشت توپ دوباره خود یزدانی رو به عقب، اینور خدایی، باز هم موقعیت برای سیمانپور، آفساید نیست، خود سیمانپور داخل محوطه جریمه، سیمانپور تنها سیمانپور و نرسید بازیکنی بهش. اون سمت هم زاهدتبار حضور داشت، خود زاهدتبار رو به عقب آورد توپ رو، میری دوباره بازیکن تیم داماش، آفساید نیست. چرا؟ داور اعلام آفساید کرده، اگر هم میزد آفساید بود و سوت پایان این دیدار اینجا به صدا در میاد. آقای سعاد وفابیشه سوت پایان دیدار رو میزنه. استراحت کوتاهی خواهیم کرد به همراه همکارامون مستقر در ورزشگاه شهید عضدی شهر رشت با آغاز نیمه بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار دیگه عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز، همراهان همیشگی شبکه باران. در خدمت شما هستیم با بخش نیمه دوم دیدار دو تیم داماش گیلان و پالایش نفت بندرعباس از هفته 30 رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشور جامگان، دیداری که در ورزشگاه شهید عضدی شهر رشت داره برگزار میشه. دو تیم داماش و پالایش نفت در نیمه اول بازیشون با برتری پالایش نفت 1-0 پالایش نفت به پایان رسید و ببینیم در نیمه دوم چه خواهد شد. یه تعویض رو هم دیدم که همکارمون ذکر کردن در نیمه اول این دیدار که یاد شماره 33 سید احمد موسوی از بازی بیرون اومد و مهرداد حیدری وارد بازی شد. من خیلی سریع ترکیب تیم داماش رو خدمت شما اعلام کنم. کنار طاهر نژاد، محمد سجاد قلی بیگی، میلاد رویین، امیر محمد سیمانپور، سید محمد میری، میاد یزدانی، آرمان لطف خدا، رامین آقالو، یوسف بهزادی، رضا زاهدتبار و مهرداد حیدری 11 بازیکن هستن که علی نظر محمدی در نیمه دوم این دیدار به زمین مسابقه فرستاده و ببینیم در این نیمه تفکرات دو مربی چه خواهد شد و چه نتیجه‌ای رو دو تیم به دست خواهند آورد در این دیدار. اما در تیم پالایش نفت هم یه تعویض داشتیم، ترکیب رو بگم خدمت شما. مهدی امینی درون دروازه ایستاده، محمد اهل شاخر، رضا آنتیک، علی پور محمد، معین رنجبریان، امید فهمی زننده تکل این دیدار تا اینجای کار، عرفان گل محمدی، ایمان رازانی، محمد جواد عباسی، امید سامکن و امیر حسین فرهادی بازیکنان تیم ویسی رو تشکیل میدن. یا شماره 5 رضا آنتیک یک کارت زرد رو حالا دریافت میکنه از سوی سعاد وفاپیشه داور این دیدار به دلیل خطایی که انجام داد. بلافاصله ادامه پیدا میکنه. سعاد وفاپیشه با کمک
امین اسکندری و امیر حسین خوشچین و هادی صحرایی این بازی رو دارن قضاوت میکنن. سعید حسینپور در نیمه دوم برای پالایش نفت به زمین مسابقه اومده و محمد جواد عباسی از بازی بیرون آورده شد توسط عبدالله بیسی. بازی با هیجان خاصی برای داماشی‌ها داره دنبال میشه. داماش چشم 3 امتیاز این دیدار داره، اما تا اینجای کار 3 امتیاز رو از دست داده و 1-0 عقب هست. باید ببینیم در پایان چه نتیجه‌ای برای این تیم رقم خواهد خورد. بازم رضا زاهدتبار از سمت راست زمین خودشون، خود زاهدتبار خطا نیست، به بازی ادامه میدن داماشی‌ها. 1 سانت و از کنار دروازه پالایش نفت عبور میکنه. میاد یزدانی به دنبال توپ هست، خود میاد، تلاشش ستودنی است اما توپ بهش نرسید. علی نظر محمدی در گوشه تصویر مشخص هست، سرمربی تیم داماش گیلان. نیمه اول کارشناسان داوری که باشون صحبت کردیم به ما گفتن که هر دو آفسایدی که برای داماش گرفته شده اشتباه بوده. یک بار دیگه بازیکن تیم پالایش نفت فرصت دارن این سمت، توپ هنوز به بیرون نرفته، در گوشه زمین پالایش نفت توپ رو در اختیار دارن. سانتی که انجام میشه و توپ به بهزادی رسید، خود بهزادی راست بازی رو از سر میگیره برای داماش. یک بار دیگه بازیکن تیم پالایش صاحب توپ، شماره 5 رضا آنتیک. یک کارت زرد در نیمه دوم گرفته آنتیک. خطا اعلام میشه بر روی بازیکن تیم پالایش نفت. هواداره داماش رو در تصویر میبینید، عاشقانه تیم خودشون رو تشویق میکنن. هواداره‌ای که به ورزشگاه اومدن و به تشویق تیم خودشون میپردازن. واقعا بی‌نظیر هست این هوادار و حضورش در ورزشگاه. توپ رو بازیکنان تیم پالایش میزنن، به بیرون میره، پرتاب برای داماش. میلاد رویین توپ رو بیرون میزنن بازیکن تیم داماش و پرتاب برای پالایش هست. امید سامکن میره این پرتاب رو انجام بده. امیدم یه گل در نیمه اول زد که آفساید بود. انصافا خوشحالی هم نکرد امید بعد گلی که به ثمر رسوند، هرچند گلش مردود اعلام شد اما خوشحالی رو نکرد. دوباره داماشی ها حمله رو از زمین خودشون آغاز میکنن، به راست برای زاهدتبار. فرصت دارن داماشی ها از سمت راست زمین خودشون، موفق نیستن، توپ رو به عقب میاد. دوباره در میانه راه حیدری صاحب توپ هست، داشت میاد یزدانی بود که توپ رو گرفت. دوباره توپ به دست بازیکن تیم پالایش برخورد کرد و هم اشاره میکنه یک جایی رو که باید از اونجا ضربه زده بشه علامت گذاری میکنه داور. چه کسی این ضربه رو خواهد زد برای داماش.
محمد میری توپ رو زد، برگشت توپ دوباره بازیکن تیم پالایش صاحب توپ هستن. این بار دیگه آفساید نبود اما به توپ نرسید سعید حسینپور. حالا فرصت برای پالایش و باز هم شانس یار داماشی ها بود که امید فهمی گل دومش رو به ثمر نرسوند. چقدر راحت موقعیت میدن به تیم حریف. یک بار دیگه داماشی ها توپ رو باید از روی نقطه کورنر بفرستن. میاد یزدانی میره تا این کار رو انجام بده. خود میاد دورخیز کرده، منتظریم تا این توپ رو بزنه. کوتاه کار میکنه با قلی بیگی، سانتر قلی بیگی به سمت چپ. آقالو فرصت دارن و دیگه کدوم توپ رو میخوان گل کنن داماشی ها. چه توپی رو خراب کرد سیمانپور، بازیکن جوان تیم داماشگی. از نهاد هواداره تیم داماش بلند شد، واقعا خوبی بود. این هم نیمکت داماش. صحنه رو ببینید، توپی که رو به عقب فرستاده شد، سانتی که اینجا انجام شد، آقالو تاثیر گذاشت و سیمانپور یه خوردگی میمون تا توپش برسه، شاید یه گل رو میدیدیم. باز هم داماشی ها صاحب توپ هستن. توپشو در اختیار میگیره مهدی امینی. بازی های همزمان هم به نفع داماش داره دنبال نمیشه. نیروی زمینی یه گل رو زده به بعثت کرمانشاه و فعلا بازی شهرراز مثل کرمان 0-0 مساویه. نیروی زمینی بعد از حضور فرشاد پیوس جان دوباره گرفته و نتیجه خوبی رو داره کسب کنه. این سمت دوباره بازیکن تیم پالایش و این توپی که هنوز به بیرون نرفته. فرصت دارن پالایش نفتی ها. یه لحظه مدافعین تیم داماش منتظر بودن تا توپ به بیرون بره که توپ به بیرون نرفت. حالا فرصت، باز هم زاهد سوار به راست میبره جایی که مرداد حیدری حضور داره. خود حیدری روی زمین میفته و اعلام خطا میشه. خطای محمد اهل شاخه گرفته میشه بر روی حیدری. مثل شهر بابا هم یه گل از مثل سونگون دریافت کرده. در لیگ یک ما 6 بازی باید امروز برگزار بشه و نتایجش مستقیم به داماش مربوط میشه. داماش فعلا 28 امتیاز است. تیمش یه امتیاز کسب شده از شهرراز، هم یه امتیاز کسب شده. شهرراز 25 امتیاز است، تیم 16 هم هست. نفت مسعود سلیمان هم 21 امتیاز است و شهرداری آستارا که سقوط کرده. در مرز خطر حضور دارن داماشی ها با 28 امتیاز از 29 بازی گذشته خودشون. نیروی زمینی اگه این بازی رو ببره 32 امتیازه خواهد شد و قشنگ فاصله خواهد گرفت. یک بار که سیمانپور چیکار میکنن این داماشی ها داخل محوطه جریمه؟ چرا اینقدر راحت موقعیت خودشون از دست میدن، موقعیتی که به سختی به دست میارن؟ یک بار دیگه از سمت راست، خطا نیست، البته خطا اعلام میکنه داور، اما خطای بازیکن داماش رو میگیره روی محمد اهل شاخه. پنجاه و 58 دقیقه وارد 59مین دقیقه از این دیدار شدیم.
صحنه رو یک بار دیگه با هم ببینیم. توپی که فرستاده شد، ضربه سر از آقالو و نرسید به توپ سیمانپور، یعنی خیلی بالا بود. صحبت میکنه علی نظر با کادر فنی خودش. یک بار دیگه اعلام خطا میشه. اینجا هم دیدیم در کنار زمین بازیکن که پالایش نفت داشتن خودشون رو گرم میکردن. یک بار دیگه یه شوت، باز هم ضربه برای داماش. توپ به دست یک از بازیکن‌ها برخورد کرد و اعلام خطای هند شد. امینی بازی رو آغاز خواهد کرد. این هم هوادارای تیم داماش. شعار داماش گل بزن، رشتی‌ها بیقرارن تو ورزشگاه سر میدن. واقعا آرام و قرار ندارن هواداری تیم فوتبال داماش و انتظار دارن تیمشون به گل برسه. البته 2 گل باید بزنن تا بتونن 3 امتیاز را کسب کنن. نتایج خوبی رو نتونستن در این فصل داماشی‌ها کسب کنن با توجه به شرایطی که داشت در ابتدای فصل. با اومدن مالکین جدید اوضاع کمی برای این تیم بهتر شد، اما مشکلات همچنان باقی است. اعلام خطا میشه و یک کارت زرد خواهد داد یا که خیر نه، داور هر وقت میره تو جیبش یه از این اسپرا در میاره. من فکر کنم که دست به جیب میشه تا کارت بده، اما کارت نداد به رضا آنتیک. اگه میداد که آنتیک اخراج بود. در حال گل اول برای مس شهرباب هم زده میشه. مس شهرباب 1-1 میشه بازیش با مس سونگون. مس سونگونی که هفته بعد باید با داماش بازی کنه. رامین آقالو و میری کوتاه با میاد یزدانی. خود میری برمیگردن تو به مدافعین. چه ضربی بود، چه تاکتیکی بود، فقط آزار داد هوادارهای داماش رو. یوسف بهزادی، خود بهزادی بلند به زمین تیم پالایش. ضربه سر آقالو. فرصت دارن داماشی از سمت راست زمین خودشون که میاد یزدانی بود. حالا زاهد تبار منتظر تا توپ رو زمین بخوره تا کنترلش رو به دست بگیره. خود زاهد تبار یه لحظه توپش رو گرفتن. این بار ایمان رازانی بود که این کار رو انجام داد. این سم برگشت توپ. حالا فرصت خوب برای بازیکن در این سمت زمین. ببینید از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. اینور فرستاده آفساید نیست. امید فهمی، خود فهمی جلوش ایستاده. یه بازیکن به سمت چپ میاره. علی پور محمد داخل محوطه جریمه و این داماشی هستن که توپ رو میگیرن. محمد سجاد قلی بیکی یک بار دیگه از سمت راست. رضا زاهد تبار، خود زاهد تبار پا به توپه. رضا زاهد تبار کمی عقب‌تر باید رو به جلو کار کنن داماشیا. میری از اون شوتای دور برد خودشون میتونه بزنه. دیری که این کار انجام نداد. توپش با برخورد به سر سیمانپور رسید به مهدی امینی. 1-0 عقب هست داماش در 63مین دقیقه از این دیدار. اعلام خطا میشه.
یه تعویض رو علی نظر محمدی میخواد انجام بده. یک بار دیگه داماش صاحب توپ هستن از سمت راست زمین خودشون. توپی که فرستاده میشه، یه لحظه حیدری نمیتونه رو توپ تاثیر بذاره. سید حسین حقشناس رو میام در کنار زمین داره خودش رو آماده میکنه تا به زمین مسابقه بیاد. تعویزش با میلاد روین خواهد بود. تعویزی که علی نظر محمدی میخواد انجام بده. این پرتاب رو باید ببینیم، پرتابی که داماشی‌ها انجام خواهند داد. فرستاده میشه محمدی جریمه، معلوم نیست به کی رسید و توپ به بیرون رفت. دو تا تعویض مثل که میخوان انجام بدن. تیم عبدالله ویسی هم میخواد یه تعویض رو داشته باشه. محمد قادری رو میاد در کنار زمین داره خودش آماده میکنه. حالا تعویضا باید انجام بشه. میلاد رو سید حسین حقشناس از تیم داماش از این سمت، حقشناس میره روین از اون سمت به بیرون میره. منتظریم تا کورنر رو بزنن بازیکنای تیم داماش. 11 قادری وارد زمین، از زمین بیرون خواهد رفت و تعویض هم برای این تیم باید انجام بشه. یا شماره 10 از زمین بازی بیرون میاد، علی پور محمد. تعویض هایی که ثبت میکنن روی تصویر همکارانمون و شما بینندگان عزیز میبینید. هفته بعد داماش با مثل کرمان بازی داره. نه سونگون، من اشتباه گفتم، سونگون با نیروی زمینی بازی داره. در حال داماش باید تلاش زیادی رو بکنه. هفته بعد بازی خیلی سخته، خیلی با مثل کرمان. البته اینا هم بگم که داماش هفته بعدتر یعنی 16 اردیبهشت با مثل سونگون تو همین ورزشگاه بازی خواهد کرد. سه‌شنبه 16 اردیبهشت. یک بار دیگه توپ در اختیار داماشی هاست. بازم از سمت راست زمین خودشون صاحب توپ هستن. میاد یزدانی. داماش هفته بعد سه‌شنبه 9 اردیبهشت در کرمان بازی خواهد کرد با تیم مس این شهر. 4 تا بازی مونده تا به اتمام برسه بازی ها. یه تعویض دیگه هم تو راه برای داماش. فطرتی رو فرا میخونه علی نظر محمدی. این ضربه رو خواهد زد. امینی، مهدی امینی. توپی که فرستاده میشه، بازم آقالو و آرمان و لطف خدا رو توپ تاثیر میزنن. دوباره از تیم داماش به خوبی مکس کرد. یا بازیکن میاد یزدانی، خود میاد هست و دروازه‌بان میاد یزدانی و گل و گل اول داماش توسط میاد یزدانی به ثمر میرسه. کجا داره میره میاد؟ گل اول رو به ثمر رسوند، در حالی که خوشبین ترین هوادار داماش هم فکر نمی‌کرد این توپ وارد دروازه بشه. البته احساس می‌کردن که مدافعان توپ رو برگشت دادن، اما میاد یزدانی امیدها رو به شهر رشت برمیگردونه. داماش 1 پالایشناف 1. حالا باید منتظر باشیم تا داماش
گل بعدی رو به ثمر برسونه برای تیمش. این میاد یزدانی از میان دو سه نفر گلش رو به ثمر رسونه. علی نظر محمدی یه نفس راحت میکشه. علی نظر محمدی از کمی عقب‌تر اگه بخوایم ببینیم صحنه رو خیلی قشنگ میشه که میاد با جنگندگی تمام تونست این توپ رو به گل تبدیل کنه. این همه علی نظر محمدی میگه بازیکن با تجربه به خاطر این میگفت که بتونه تجربه بازیکن خوش استفاده کنه. محمد رستمی رو اختیار نداره و ببینید این صحنه رو اینجا چقدر تلاش کرد تا این توپ رو گرفت و توپی که اینجا به گل تبدیل کرد. 69مین دقیقه از این دیدار. داماش 1 پالایش 1. دیدیم صحنه آهسته رو و گلی که به ثمر رسید. حالا ضربه ایستم برای پالایش. یعنی از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. 14 پشت توپی که زده میشه و بیرون میره. 14 بخش 34 بود که این توپ رو زد. شماره 44 سامکن بود. امید سامکن که عرض کردم نیمه اول از بازیکنان سابق تیم سپیدرود رشت بوده. راستی از سپیدرود هم بگم خدمت شما که اوضاعش دیگه از بحران هم بحرانی تر شده. متاسفانه به فوتبال رشت که نمیرسن هیچی. کلا فوتبال استان گیلانه که بیخیال شدن خیلی از دوستان. حالا به هیئت فوتبال که میگه به من ربطی نداره. چرا؟ چون تیم ها خصوصی هست. تیم های خصوصی هم پول ندارن خرج کنن و در آستانه نابودی هن. یعنی تیم سپیرود دیگه در آستانه انحلال هم هست. صحبتی که از حسن اشجاری شنیدیم و بحث هایی که در تیم هست. متاسفانه شرایط تیم اصلا خوب نیست. داماش هم که شاهدش دارید میبینید. شهرداری آستان هم که سقوط کرد. و چی داریم تو فوتبال گیلان؟ به قول دوستان که خدا اموات پژمان نوری و مازیار زارو و اشکان پوررشید رو بیامرزه که اون تیم رو دارن حفظ کنن، تیم ملوان رو، وگرنه فریاد رسی برای فوتبال گیلان در حال خیلی باید تلاش کنن مسئولین استانمون در امر ورزش فوتبال اگه میخوان این تیم‌ها رو حفظ کنن، اگر نه که یه دونه دونه تیم‌ها نابود میشن و مثل دیگر تیم‌های مطرحی که نابود شدن اسمی ازشون نیست این تیم‌ها هم از بین خواهند رفت. حیف تیم‌های پرطرفداری مثل سپیدرود، داماش گیلان. یه زمانی این تیم‌ها برو بیایی داشتن برای خودشون، تیم‌هایی که در لیگ برتر ما حضور داشتن و واقعا اوضاعشون خیلی خوب بود. بگم بهتون که بازی قبلیشون 3-0 شد، بازی چوکا، به دلیل بازیکن غیر مجازی که داشتن تو بازی با مری امروز اعلام شد. متاسفانه یه بازیکن سرباز داشتن در نیمه دوم و اونجا هم داره خیلی خوب کار میکنه علی اشوریزاد که زمانی هم با همین علی رضا محمدی در تیم‌های شهر رشت فعالیت میکردن. یک بار دیگه توپ در اختیار امینی قرار میگیره. پروژکتورهای ورزشگاه کم کم داره روشن میشه. یه تشکری هم بکنیم از آقای فراهانی، از امیرحسین فراهانی، مسئول برگزاری رقابت‌های لیگ 1 که واقعا امسال لیگ 1 منظمی رو برگزار کردن. آقای فراهانی و همه همکارانشون که با هر سختی که بود لیگ 1 رو تا اینجا رسوندن و خیلی منظم مسابقات برگزار شده. اعلام آفساید میشه این سمت و توی آفساید بودن بازیکن تیم پالایش. اسماعیل فطرتی
قراره به زمین مسابقه بیاد. جا داره یه تشکر هم بشه از آقای آرمان مدیر کل اداره ورزش و جوانان که نهایت تلاش رو کرده تو همه ورزشگاه‌ها که بتونه آماده سازی کنه ورزشگاه رو به مسابقات مختلف. یه زمانی که چوکا در زمین خودش نمیتونست بازی کنه، شهرداری آسا رو نمیتونست بازی کنه، همین داماش و سپیرود هم نمیتونستن اینجا بازی کنن، همه موکول شده ورزشگاه سردار جنگل. حتی بازی ملوان هم داشت میومد اونجا. واقعا تلاش زیاد شد تا بتونن این بازی ها رو در ورزشگاه مربوط برگزار کنن. سید محمد میری حالا بیرون میاد و اسماعیل فطرتی جایگزینش خواهد شد. ببینیم نظر آره حالا این تعویض رو انجام میشه. 3 سال قبل هم داماشی وجود نداشت. اگه همین آقای آرمان و دوستاشون ورود نمی‌کردن تیم رو در آستانه انحلال قرار داده بودن. امیدواریم که امسال هم رسیدگی کنند و سپیدرود رو نجات بدن. برمیگردیم بازی. دوباره بازیکن تیم پالایش نفت توپشون میره 76مین دقیقه 1-1 مساوی. بازی داره دنبال میشه. دوباره بازیکن تیم داماش از سمت راست برگشت توپ. باز هم توپ بیرون میره. پرتاب برای تیم پالایش. تعویض خواهد داشت تیم پالایش. یک بار دیگه یه ضربه یه شوت و توپی که چطور به گل تبدیل نشد و دیگه مرحله آخر داور آفساید گرفت. از نهاد دو بازیکن داماش میاد یزدانی و کنعان طاهر نژاد بلند شد. همه یه لحظه ایستادن تا این توپ رو ببینن که توپ به گل تبدیل نشد. یه تعویض دیگه امیرحسین فارسی داره به زمین مسابقه میاد به جای معین رنجبریان. بازیکن خوبی بود معین، کاپیتان تیم پالایش نفت که بازو بند رو هم میده به محمد قادری. قادری کاپیتان پالایش میشه در این دقایق. یک بار دیگه در میانه راه بازیکن تیم داماش صاحب توپ میشن. توپ رو به راست میبرن. فرصت دارن داماشا تو این 10-12 دقیقه بخوان جبران کنن نتیجه رو. توپ بیرون میره. پرتاب برای بازیکن تیم پالایش. یک بار دیگه میاد یزدانی میاد توپ رو دست میده این سمت. توپ بیرون رفته. آقای پورهادی رو می‌بینیم در تصویر در کنار آقای کاظمیان از داوران برجسته فوتبال استانمون بودن. آقای پورهادی که الان عنوان ناظر این بازی حضور دارن در این دیدار. ناظر و نماینده هیئت فوتبال استان گیلان. یک بار دیگه توپ رو در اختیار دارن بازیکن تیم پالایش. آرمان تماس گرفتن و گفتن که مشکل سپیرود حتما حل میشه و انحلال در کار نیست. مالک جدید میاد تا پایان فصل ادامه خواهد داد. برای خبر خوشی که آقای آرمان الان دادن و امیدواریم که امر محقق بشه و بتونن این تیم رو حفظ کنن. به هر حال حیفه که این تیم ها از دست بره. یک بار دیگه از سمت راست بازیکن تیم داماش گیلان سانتی که انجام میشه و به کجا فرستاد این توپ رو سید حسین حقشناس. توپ خوبی رو آورد اما نتونست به خوبی از این توپ استفاده کنه.
یک بار دیگه بازیکنان تیم پالایش در میانه های میدان. برگشت توپ قلی بیگی، حالا به سمت چپ برای سیمانپور، فرار سیمانپور، خود سیمانپور سمت راست هم خالیس، میتونه پاس بده که این کارو نمیکنه و توپش با برخورد به بازیکنان تیم پالایش به بیرون رفت. یک بار دیگه کورنر برای داماش. قلی بیگی میری کورنر رو بفرسته داخل محوطه جریمه رو ببینید. این قلی بیگی است. توپی که فرستاده خواهد شد داخل محوطه جریمه. ضربه ایست سر رضا زاهدتبار. خود زود بود این ضربهش که توپ به بیرون رفت. باید اجازه میداد تا توپ برسه داخل محوطه جریمه که نشد. یک بار دیگه توپ رو امینی میزنه. بازم یه فرصت دیگه برای داماش. ببینید از این توپ چه گل استفاده کنه زاهدتبار. خود زاهدتبار، رضا زاهدتبار توپشو میگیرن و برگشت داده میشه. بازم داماشی ها صاحب توپ هستن. دروازه‌بان یوسف بهزادی بلند به میانه های میدان. یک بار دیگه بازیکن تیم پالایش نفت اعلام خطا میشه. توپ رو میفرسته، خواهد فرستاد، یعنی امید سامکن. این کار انجام میشه. محمد رستمی رو یه لحظه دیدیم در جایگاه تماشاگر نشسته. این سم بازیکن تیم پالایش که توپشون به بیرون رفت. برای این چهره محمد رستمی هست، از جایگاه داره بازی رو نگاه میکنه. 4 اخطاره است و در حال امروز نتونست به داماش کمک کنه. بازیکن تیم پالایش صاحب کورنر میشن. کورنر دیگه فرستاده میشه و توپ رو جمع میکنه یوسف بهزادی. کنان طاهر نژاد، خود کنان به میانه های میدان. باز هم برگشت توپ. یک بار دیگه دوباره بازیکن تیم داماش صاحب توپ. فرصت دارن داماشی ها. خطا نیست، به بازی ادامه میدن. میاد یزدانی، خود میاد و توپی که در اختیار میگیره امینی دروازه‌بان تیم پالایش. بلافاصله از این سمت میخواد ضد حمله رو آغاز کنه تیم پالایش. برگشت توپ دوباره میاد یزدانی. خود میاد شوتی که زده میشه و توپ به بیرون میره. توپ به بیرون رفت و آغازگر بازی خواهد بود مهدی امینی. امینی توپ رو میزنه در میانه های میدان. دوباره بازیکن تیم پالایش صاحب توپ. خواستم توپی که میاد این سمت باز هم توپ به بیرون میره. انصافا زمین خوبی رو داریم. به تشکر از هیئت فوتبال استان که نهایت تلاش خودشون دارن میکنن برای
نگهداری این زمین واقعا باید تشکر کرد از این دوستان از هیئت فوتبال و همه دوستانی که دارن زحمت میکشن. یک بار دیگه رو به عقب، فرصت برای داماشی ها و سجاد قلیبگی باز هم توپش برگشت پیدا میکنه. دوباره در میانه های راه برگشت توپ و اگه فرصت دیگه برای تیم پالایش به دنبال توپ هستن و ما متوجه نشدیم. باید کمی در خط دفاع هم موقعی که تیم در حمله است حواسشون رو بیشتر جمع کنن. توپ به کورنر رفته، ضربه کورنر رو حالا سعید حسنپور میره تا بزنه ضربه کورنر رو. خود حسینپور سانتی که انجام میشه، برگشت توپ از بازیکنان داماش سجاد قلیبگی. خود سجاد به دنبال توپ است، محمد سجاد یزدانی در میان راه، برگشت توپ و اعلام خطا. سعاد وفاپیشه اعلام خطا میکنه. از داوران با تجربه لیگ برتریمون آوردن برای این دیداری که حساس هست و امتیاز این بازی داماشی ها عرض کردم بسیار حائز اهمیت هست. دوباره آقالو جایی که سیمانپور هست، خود سیمانپور از دو بازیکن میخواد عبور کنه، موفق نیست و موفقتر زرتپوشان تیم پالایش در گوشه زمین. توپ به بیرون رفته و بازی رو عبدالله ویسی رو ببینید صحبت میکنه با داور کمک اول این دیدار. و یه کارت هم داور جیبش بیرون میاره که عبدالله ویسی بده. کارت قرمز رو میده، فکر کنم به عبدالله ویسی داد. اگه دوربین پایینمون نشون بده داور به ویسی نداد، فکر کنم یکی دیگه بود. باید ببینیم به کی کارت قرمز رو نشون داده داور. کارت رو از جیبش بیرون آورده و تو بگه بیرون رفت. آقای ویسی خیلی ناراحت بود. به هر حال به امین اسکندری داشت اعتراض میکرد که نمیدونم یکی از مربی‌ها اومد، یکی از مربی‌ها داور رو و کارت زرد گرفت. تعویض در داماش هم میخواد انجام بشه. 67 مرتضی اشکانی با رضا زاهد سوار تعویض خواهد شد. اینجا عبدالله ویسیه. بله عبدالله کارت قرمز گرفته و دارن راهی بیرونش میکنن عبدالله ویسی. آره عبدالله ویسی بود که دارن میارنش جایگاه ویژه تا بتونه بازی رو از بالا نگاه کنه. سرمربی تیم پالایش نفت. 70 با 67 دارن تعویض میشن. مرتضی اشکانی با زاهد سوار. این تعویضی که دارید میبینید. ممنونم از همکارانمون در بخش گرافیک که به موقع تعویضا رو برای ما زیرنویس میکنن. یک بار دیگه توپ رو میزنن بازیکن تیم پالایش در میانه راه. برگشت توپ باز هم یوسف بهزادیه که بازی رو از سر خواهد گرفت. این سمت کنان طاهر نژاد دوباره میاره به جایی که سیمانپور هست. سیمانپور به توپ نرسید و بازیکن تیم پالایش توپ رو بیرون زدن. باز هم این سمت داماشی ها. آرمان لطف خدا توپ رو به راست میبرن. یه کارت زرد رو به 88 بکنم نشون داد داور. الان به سعید حسینپور یه کارت زرد رو داد به دلیل
اعتراضی که انجام داد. حالا توپ دوباره بیرون میره. یه 5 دقیقه داور دم داد، دستش داره نشون میده وقت اضافه برای نیمه دوم. دو تعویض هم همزمان میخواد انجام بده عبدالله ویسی. مجتبی پورعلی و محمد پور جعفر نژاد به بازی خواهند آمد. مثل شهرباد مثل اونگون بازی دو مساوی شده. 5 دقیقه وقت تلف شده برای نیمه دوم در نظر گرفته میشه. یک بار دیگه در میانه های میدان سیمانپور، خود سیمانپور فرصت هست برای داماش و توپ رو کجا زد آخه این توپ دیگه. مرداد حیدری داور اول توهینی کرده های ویسی که اخراج شده. به هر حال ویسی الان از روی سکوها داره بازی رو دنبال میکنه. تعویض انجام میشه. 18 امید فهمی زننده گل اول برای تیم پالایش بیرون میاد. سعید حسینپور هم دوباره تعویض میشه. نیمه دوم که به زمین بازی اومده بود و تعویض میکنه عبدالله ویسی. مجتبی پورعلی رو به زمین مسابقه میاره و محمد پور جعفر نژاد رو. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش کنعان طاهر رشاد باز هم از سمت راست یه اشتباه از فطرتی. بازیکن تیم داماش باز هم توپ رو میگیرن. بازیکن تیم پالایش نفت این سمت مجتبی پورعلی فرصت و آفساید. اعلام آفساید میشه این توپ. باز هم آغاز کننده بازی بازیکن تیم داماش خواهند بود. فرصت دارن، هنوز 2 دقیقه و 30 ثانیه زمان داریم به پایان این دیدار. ضربه بازیکن تیم پالایش این سمت به دنبال توپ هستن دو بازیکن. موفق تر 23 از داماش. سید حسین حقشناس. حالا فرصت باز هم از سمت راست زمین خودش صاحب توپ بازیکن تیم داماش گیلان. این میتونه آخرین فرصت داماش باشه و توپی که باز هم به راحتی از کنار دروازه بیرون میره. خیلی موقعیت از دست دادن تو این دیدار. دوباره بازی رو آغاز خواهد کرد امینی. بازم فرصت، حالا فرصت و اعلام آفساید. ببینیم آفساید اعلام کرد کمک داور دوم آقای خوشچین. صحنه‌ای که همگان انتظار داشتن که بازیکن داماش تک به تک بشه با دروازه‌بان. علی نظر محمدی آرام قرار نداره در کنار زمین. این ثانیه‌های پایانی این دیدار هست. دوباره توپ رو با بازیکن تیم داماش میاد یزدانی از سمت چپ میخوان حمله رو تدارک ببینن. حیدری به دنبال توپ از حیدری میفرسته توپ رو. حیدری دوباره میانه میدان. قلی بیگی یه سانت دیگه داخل محدود جریمه و توپی که راه به جایی نداره. نیروی زمینی همچنان 1-0 جلو هست. شهرراز و مس کرمان 0-0 مساوی. نفت مسئولمان و شهردراسته که بازیشون تازه شروع شده 0-0 مساوی است. نفت و گاز و سایپا هم بازیشون 0-0 مساوی. بهزادی توپ رو میفرسته میانه های میدان. توپ به بیرون میره، یعنی توپ رو سیمانپور بیرون میزد تا به بازیکن
پالایش رسیدگی بشه. مثل شهر بابک و مثل سانگور هم بازیشون 2-2 به پایان رسیده و باید ببینیم که در پایان امروز جایگاه داماش کجا خواهد بود. فعلا که جایگاه خودشو حفظ کرده داماش در رده 15 با 29 امتیاز. البته میگم اون یه امتیازی از دست داده رو بتونن مسئولین داماش صحبت کنن با آقای خرمزی و برگردونن 30 امتیازه خواهد بود. البته جایگاهش همون جایگاه 15 خواهد بود. مساوی هم بد نیست براشون اگه شهر راست همچنان بازیش مساوی به اتمام برسه. مثل سونگور هم حالا وضعیتش داره خطری تر میشه، 32 امتیاز است. نیروی زمینی با بردی که به دست آورده تا اینجای کار خودشو به رده 13 رسونده با 32 امتیاز و نفت و گاز گشتاران که با بیست 36 امتیازن و از منطقه خطر دور شدن. پالایش نفتم تا رده 9 هست با 39 امتیاز با تساوی در این دیدار. هواداره داماش رو میبینید دیگه نشستن رو دارن بازی رو نگاه میکنن. دیدیم آقای یوسف نژاد مالک باشگاه داماش رو که در ورزشگاه حضور داره و همراه دیگر همکاراشون محمد اهل شاخه رو به بیرون میارن پزشکان تیم و در زمین دارن به مداواش ادامه میدن. دوباره بازی شروع میشه. بازیکن تیم پالایش صاحب توپ هستن سمت چپ زمین خودشون دارن که حمله رو آغاز میکنن. خطرناک است این حمله ها و در میانه راه توپروایی خوب از مدافعین تیم داماش و اتمام این دیدار با تساوی 1-1 دو تیم. امیدوارم که از دیدن این مسابقه لذت برده باشید. گلی که میاد یزدانی در دقیقه 68 زد و امید فهمی در دقیقه 63 به اتفاق همه همکاران